سلام علیکم از شهر بختر. نام من ایوب. مردم غریبی تاجیک. باز میگم تو خشوع گوش کنین ای جوانو. یوسف ایوب چی میگه؟ یوسف ایوب کارو در کار نیست. پروسا دل ما برای جوانا میسوزه. برای که آینده تاجیکستان در دست جوانا است. مرامد یک برادر عزیز مینویسه یوسف ایوب من پشیمان شدم. نمیدونم چیکار کنم. من یک بار در افیری نهضت اسلام برامگی گپ زدم. به خدا قسم میگه اکا چند بار من زنگ زدم گریه کردم. تری برادر به حد بسیار بد است. من چرا نمیفهمم. یوسف ایوب نمره تلفنش در تمام سایت اینترنتی است. برای چی زنگ نمیزنه؟ ما با شیر سفید مادرم قسم میخورم که یگام تضبط نمیکنم. زنگ بزنین دوستان عزیز. حیاتون نبرارین که یوسف ایوب یوریست است. ای جوانو دل ما برای شما میسوزه. ما میگم تو اسلام تیوی نهضت اسلام گروه 24 این دشمن شما است. ای جوانو این آرامی ملت ما و شما را نمیخوان. پیشروی مردم نمیخوان. اینا شما یک شوک ورقشون بزنین کی هستن اینها بعد گپ زنین. چی گپی که میزنی ای دوستان عزیز ای دودارکون یا خیلی سال 98 است 2000 است. با میگم چی گپی که میزنی اول یک فکر کن بعد گپ زن. نمره تلفن یوسف ایوب یوریستی به پول است. ایمینا برای مردم غریبی توجیه.